طبق تحلیل‌ها سال به سال در نتیجه بنیاد و به کار انداختن کارخانه‌های نو صنعتی و تطبیق تجربه‌های علمی در استحصالات، نتیجه‌های ساحه صنعت در ولایت سوخت زیاد می‌گردند. تقویت کارها دایر به استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده و رشد اقتدار استحصالی، بلند برداشتن رقابتناکی، گوناگون نوی استحصالات صنعتی، زیاد کردن حجم کارکرد محصولات با جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته عالم، زمینه‌های استوار و جهت استحصال محصولات وارداتی وصل‌کننده به صادرات نگرانده شده فراهم ساخت. در اساس معلومات‌های رسمی آماری معلوم گشته شده است که اساساً محصولات‌های در ساحه صنعت استفاده کرده می‌شوند پیش از صادرات کردن در خود ولایت در کارخانه‌های صنعتی ولایت کارکرد کرده می‌شوند و بعد از این بندوبست کرده شده بعد به صادرات برآورده می‌شوند. این نشان دهنده در سطح ولایت زیاد گشته شده است. سال از سال کارخانه‌های نوی صنعتی ساخته به استفاده داده شده شدند که این کارخانه‌ها اساساً آن محصولات‌های را استحصال می‌کنند که آنها همچون محصولات‌های وارداتی وصل کننده می‌باشند. اینچنین در این کارخانه‌های نو تأسیس کارکرد محصولات‌های کشاورزی خوب به راه مانده شده است. در زمان صاحب استقلالی مملکت محض در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پیشنهاد امتیاز و امکانات موجوده در سمت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ساحه‌های استحصالی با جلب سرمایه‌های وطنی و خارجی در مملکت رشد نموده، نقشه‌ها با مقصد رسیدن و یکی از هدف‌های عالی حکومت کشور صنعتی کنونی با صورت مملکت تطبیق می‌گردند. در ماه‌های ینور فوریه سال 2025 کارخانه‌های صنعتی ولایت سوخت با مبلغ 5 میلیارد و 488.9 میلیون سومانی محصولات استحصال نمودند که با استفاده ایندکس نرخ سرعت افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی 133.1% را تشکیل می‌دهد. از آن جمله صنعت استخراج با مبلغ 2 میلیارد و 615.1 میلیون سومانی یا 1.9 برابر نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد شده است. حجم استحصالات در صنعت کارکرد باشد 2 میلیارد و 496.2 میلیون سومانی یا 109% سال گذشته را تشکیل داده است که اون اساساً از حساب زیاد استحصال کردن آرد، میوه خشک و روغن رستنی به عمل آمده است. عین حال در منطقه آزاد اقتصادی سوخت 41 سوبیکت به قید گرفته شده است. مجموعه محصولات صنعتی در سال 2024 442 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. باید قید کرد که بازار فروش محصولات استحصال نمودن سوبیکت‌های منطقه آزاد اقتصادی سوخت به غیر از جمهوری تاجیکستان و جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آلمان، آذربایجان، ترکیه، افغانستان، فدراسیای روسیه و بلاروسی را در بر میگیرد. یعنی امروز صاحبکاران محصولاتی را استحصال نمودند که به صادرات نگرانیده شده و واردات عوض کننده میباشد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت بنیاد زیاده از 700 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با 14,000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده. تنها در دوام سال 2024 166 کارخانه و کارگاه‌های نو با 2060 جای نوی کاری به فعالیت شروع نمودند. یعنی ولایت سوخت همچون منطقه دارای امکانات و پتانسیل‌های زیاد در تامین بازار داخلی با محصولات وطنی بلندصفت و زیاد شدن حجم صادرات محصولات حصه نظر است دارد. در زمان صاحب استقلالی مملکت محض با هدایت و دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران چنین کارخانه‌های بزرگ صنعتی بنیاد گردیده شده است. بنیاد کارخانه‌های عظیم صنعتی و زیاد شدن حجم استحصال محصولات در برابر تامین بازار داخلی اینچنین برای افزون کردن نشان دهن‌های صادرات محصولات زمینه با اعتماد گذاشته شده است. صاحبکاران با جانبداری از هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در سمت جلب سرمایه و استحصال محصولات به صادرات نگرانده شده قدم‌های استوار می‌گذارند. ما ماشین‌های بچگانه و تریسیکل‌ها موتورولاری که با قوه با عقلیت برکت می‌آیند استحصال می‌کنیم. محصولاتی که کارخانه ما استحصال می‌کند بغیر از در داخل جمهوری اینچنین به دولت‌های همسایه ازبکستان و قزاقستان صادرات کرده می‌شود. سال 2024 100,000 دانه به جمهوری ازبکستان و قزاقستان صادرات نموده بودیم.
идоракунии самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсис додани ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ҳамчун нақшаҳои минбаъдаи рушд дар кишвар буда, амалисозии тадбирҳо дар ин самт ҷиҳати таъмини фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ, афзоиши ҳиссаи содирот, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ рушди иқтисоди миллӣ заминаи боэътимод мегузорад.